سلام مجدد به دانش آموزان عزیز و گل. امیدوارم که برای جلسه امروز آماده باشید. امروز میخوایم نمونه سوال نوبت اولی رو با هم کار کنیم و روش پاسخگویی به سوالات امتحان عربی نوبت اول رو با هم مرور کنیم. سوال اول در مورد ترجمه است. همیشه تو امتحانات عربی اولین سوال در مورد ترجمه کلمه است. ما همیشه به دانش آموزان عزیز توصیه میکنیم که قبل از اینکه برید واژه حفظ کنید، کلمه حفظ کنید، اول ترجمه جملات و ترجمه متن‌های درس ها رو حفظ کنید. بعد اون وقت برید کلمات رو، معنیشون رو حفظ کنید. چون راحت تر حفظ میشه براتون وقتی که کلمه این ور اون ور کلمه رو بلد بودید و ترجمه جمله رو بلد بودید، به راحتی میتونید معنی کلمه رو هم حفظ کنید. سوال بعد در مورد متضاد و مترادف هست که بازم توی متن درس ها و توی لغتنامه ها و توی تمرین ها هستن و میتونید اونجا حفظشون کنید و اگر ترجمه بخونید یا تمرین ها رو بخونید به راحتی میتونید اونا رو جواب بدید. سوال بعدی در مورد اینه که میگه تو هر مجموعه یک کلمه همخوانی نداره با بقیه. مثلا برفرض یک مجموعه 4 کلمه، یکیش در مورد تنه است، یکی در مورد شاخه است، یکی در مورد میوه است، یکی در مورد مثلا شب هستش. خب میفهمیم 3 تاش در مورد درختن، یکیش اصلا ربطی به این مجموعه نداره. مثلا نجم یعنی ستاره، ثلج یعنی برف یا یخ، شمس یعنی خورشید، قمرم یعنی ماه. میفهمیم که این نجم و شمس و قمر اینا به هم مربوطن، مربوط به آسمان هستن، اما این ثلج یعنی یخ یا برف فرق میکنه. پس اینه که با بقیه مختلفه. یا این مستشفیات، مستوصفات، مواطنات، متاحف، اینا همه مکان هستن. مواطنات یعنی هموطنان، اینا فرق میکنه با بقیه. سال بعد معمولا در مورد مفرد کلمه یا جمع کلمه است. مثلا یک کلمه بهت میده میگه مفردشو بنویس، یا یک کلمه بهت میده میگه جمعشو بنویس، که اینا همه توی متن درس ها و توی لغتنامه ها موجود هستند. سوال بعدی در مورد ترجمه جمله هاست که اکثر نمرش و اکثر سوالاتش از متن اول درس ها میاد. خیلی خیلی کم اتفاق میفته که از ترجمه های تمرین ها هم میاد، ولی خب بیشتر نمره از متن اول درس هاست. اما خب بالاخره شما سعی کنید تمرین هایی که ترجمه دارن رو هم بخونید. ممکنه از این 5 نمره‌ای که برای شما تو امتحان میاد بالاخره 1 نمرهش از ترجمه اون تمرین ها بیاد. سوال 6 جمله بهتون میده، ترجمهشو بهتون میده و معمولا 1 یا 2 کلمه ازش رو نمیده بهتون و شما باید چیکار کنید؟ کاملش کنید. این ساده تر از سوالاتیه که باید کلشو خودت ترجمه کنی. شما به راحتی اگر اون ترجمه ها رو خونده باشی به راحتی میتونی این رو هم کامل کنی. سال بعد انتخاب الترجمه صحیح هست. شما میتونید 2 راه دارید واسه تعیین ترجمه صحیح. یا از جمله عربی قواعد ترجمه رو پیدا کنید بعد برید سراغ گزینه‌ها، یا میتونید از گزینه‌ها تفاوت‌ها رو پیدا کنید یا کلماتی که یکم شبیه به هم هستن و متفاوتن یا هم خانواده‌هایی که متفاوتن، یا کلا تفاوت‌ها رو پیدا کنید بعد برید سراغ جمله عربی. مثلا میتونید اینجا یک دفعه بگید مثلا ساختار فعل یا ضمیر متصل یا بقیه چیزها رو پیدا کنید اینجا، بعد برید سراغ گزینه‌ها. میتونید هم نه از گزینه‌ها برید سراغ تست. به عنوان نمونه ما میخوایم از گزینه‌ها بریم سراغ، بعد بریم سراغ جمله عربی. یک گفته دوستم برای بازگشت به خانه منتظر مادرش مانده بود. دوستم برای بازگشت به خانه منتظر مادرش میماند. تنها تفاوتی که این 2 جمله دارن اینه، مانده بود با میماند. اگر قواعد ترجمه رو که تو درس اول بهتون دادیم یادتون باشه، مانده بود چون بوده کمکی داره یعنی ماضی بعیده، ماضی بعید. ماضی بعید هم تو عربی چجوریه؟ تو فارسی بوده کمکی داره و تو عربی یک ماضی با یک ماضی دیگه است. یک ماضی با یک ماضی دیگه است. اما میماند می با زمان گذشته است که میشه ماضی استمراری. می اگه با زمان گذشته بود مثل میرفت، میرفتیم، میرفتید، این میشه ماضی استمراری. ماضی استمراری هم تو عربی میشه چی؟ تو عربی به صورت اینه که یک فعل ماضی میاد با یک فعل مضارع. حالا اینها ممکنه با هم فاصله داشته باشن، یک کلمه 2 کلمه با هم فاصله داشته باشن، ممکنه هم نه با هم بیان. حالا نگاه میکنیم ببینیم تو جمله 2 تا ماضی داریم
که این درست باشه، یا یک ماضی یا یک مضارع داریم که این یکی درست باشه. میریم فعل ها رو پیدا میکنیم. مثلا اینجا گفته کانا، این فعل ماضیه. اینجا ینتظر فعل مضارعیه. فعل چیه؟ مضارعیه. خب میفهمیم که این ماضی با مضارع میشه ماضی استمراری، یعنی این یکی درسته، پس این یکی چیه؟ اشتباهه. یا اینجا بازم گفتم میتونید از جمله عربی برید گزینه درست رو پیدا کنید، میتونید نه از گزینه ها برید سراغ جمله عربی. همانا نیکی ها بدی ها را از بین میبرند، قطعا نیکی ها با بدی ها از بین میروند. خب قطعا نیکی ها با بدی ها از بین میروند غلطه. یذهبن یعنی از بین میبرند. یذهبن از بین میبرند. یذهبن از باب افعاله و معنی چی داره؟ بردن. همانا نیکی ها بدی ها را از بین میبرند. اصلا اینجا خود با هم یک کلمه اشتباهیه. با اصلا بایی ما اینجا نداریم. از بین میروند هم غلطه. خب این هم از این سوال. سوال بعدی هم باز اکثرشون با اینکه ترجمه هستن ولی اکثرشون قواعدی هن. مخصوصا امتحانات سالهای بعدیتون که تو این سوال معمولا باید قواعد ترجمه رو بلد باشید برای بیشتر نمره. اینجا ما اجمله نشونه تعجبه، یعنی چقدر زیباست. لا تنظروا نهی مضارعه، یعنی نگاه نکنید. استغفروا یعنی آمرزش خواستن. اما اگه استغفروا بود یعنی آمرزش بخواهید. این استغفروا یعنی آمرزش خواستن برای چی؟ برای گناهانشان. از طریق خود لذنوبه میفهمیم که این چجوری باید ترجمه بشه. میگه برای گناهانشان آمرزش خواستن. اعلم ما لا تعلمون، میدانم آنچه را که شما نمیدانید. این هم گفتیم. کانو یکتبون، کانو باز ماضیه، یکتبون مضارعه. ماضی با مضارع میشه ماضی استمراری. یکتبون خب یعنی می نویسند. حالا چون ماضی استمراری شده یعنی گذشته شده میشه می نوشتند. این هم باز که کلمه است، معنیشون رو که بلد باشید به راحتی میتونید ترجمه این کلمه رو بنویسید. یتجلی یعنی جلوگر میشود، متجلی میشود، نمایان میشود. سال بعدی در مورد فعل مناسبه. میگه فعل مناسب رو در جای خالی قرار بده. ما همونطور که گفتیم شما باید فعلهای ماضی و مضارع و ضمایر و اینا رو بلد باشید. مثلا اینجا باید ببینیم لا تنظروا میخواد که نفی مضارع، یا لا تنظر یعنی نهی مضارع میخواد. این نفی مضارع چون آخرش تغییری نکرده، اما این نهی مضارع چون لا داره با آخرش ساکنه. حالا جمله رو باید ببینیم جمله چی میخواد از همون. این یه حدیثه. میگه انظر الی ما قال، میگه به آن چیزی که میگه. خب یعنی به اون صحبتش نگاه کن، به اون سخنش توجه کن. ولا تنظر الی من قال، و به اون کسی که صحبت میکنه اصلا توجه نداشته باش. یعنی ببین حرفش حق هست، حرفش حق نیست. پس انظر میگه نگاه کن به این چیزی که میگه، پس نگاه نکن به اون کسی که داره حرف میزنه، ببین حرفش حق یا نه. پس میفهمیم که لا تنظر درسته، این غلطه. یا این جمله باز حدیث معروفیه. میگه مردم در خوابند، پس هنگامی که بمیرند بیدار میشوند یا آگاه میشوند. آگاه میشوند انتبهوه، چون انتبهو فعل امریه. انتبه فعل امریه، اما این انتبه مال باب افتعاله. میگیم افتعل، مثل انتبه ینتبه و انتباه. افتعل یفتعل و افتعال، این مال فعل ماضی ما میخوایم اینجا. اما ثلاثی های مزید فعل امرشون ای داره، هیچ وقت فعل ماضیشون ای نداره. خب این هم پس این هم اشتباه است. همونطور گفتم ثلاثی های مزید رو خوب که حفظ کنید، فعل ماضی، مضارع و مصدر و امرشون رو به راحتی میتونید تشخیص بدید. این هم باز مربوط به همون درس 3 و 4